توی روستایی خیلی کوچیک یه موجود عجیب و غریبی رو پیدا کردن که شبیه نوزاده، ولی نوزاد انسان نیست. کلی هم عکس و ویدیو از این موجود هست، یعنی نمیتونیم بگیم افسانه است یا دروغه. حتی کسایی که این موجود رو از نزدیک دیدنم باهاشون مصاحبه کردن. تو این ویدیو میخوام تمام این عکس‌ها و فیلم‌ها و مصاحبه‌ها رو بهتون نشون بدم و تئوری هایی که پشت این اتفاق براتون تعریف کنم. پس بریم با هم ادامه این ویدیو رو ببینیم. دهه 1990 توی روستای کالونوی که روستای کوچیک و دورافتاده توی کشور روسیه است، یک پیرزن 74 ساله به اسم تامارا زندگی میکرد که همسایه‌هاش میگفتن رفتاری عجیب و غریبی داره و سابقه بیماری روانی هم داره. یه شب تامارا از خونه میزنه بیرون تا بره از چاه آب بیاره، کاری که هر شب انجام میداد. اون شب همینجوری که داشت توی جنگل راه میرفت یه صدایی میشنوه، یه صدا مثل گریه نوزاد. اطراف رو نگاه میکنه تا ببینه صدا از کجا میاد که یه نوزاد و وسط بوته ها میبینه. ظاهرش اصلا شبیه نوزاد نبود، بدنش خاکستری رنگ بود، حالت چشماش هم یه جوری بود، اصلا نمیشد بگیم چشمای انسانه. تامارا پتویی که دور خودش پیچیده بود و در میاره، میپیچونه دور نوزاد، میبرش خونه. تامارا فکر میکرد که حالا یه نوزاد نارسه که وقتی به دنیا اومده خانواده‌شون رو توی جنگل رها کردن، واسه همین تصمیم میگیره اونو پیش خودش نگه داره، حتی یه اسمم براش میذاره، آلیوشنکا، که به معنی الکسی کوچیکه. الکسی اسم پسر تامارا بود که به خاطر دزدی توی زندان بود. تامارا زنگ میزنه به عروسش تا اونم بیاد این نوزادو ببینه. وقتی عروسش میاد، نوزادو که میبینه شوکه میشه. Доверием пошла, когда она мне объяснила, что у нее там находится существо, ребеночек. Зашла в эту комнату и, естественно, увидела это существо. Он был жив. این چه موجودیه؟ بدنش خاکستری رنگه ولی سرش پیازی شکل و قهوه‌ای. دستاش چقدر بلند و کشیدن. اصلا اندام تناسلی نداره. چشماش چقدر عجیبه. صداش هم شبیه صدای جیر جیر میمونه. این که اصلا شبیه صدای نوزاد انسان نیست. باید به پلیس بگم. نه، اگه به پلیس بگم ممکنه بیان این موجود از مامان بگیرن. اونم خیلی ناراحت میشه. حالش بدتر میشه. ولش کن. به کسی نمیگم. چند روز میگذره. تامارا هر روز بهش شیر میداد، غذا میداد، کاملا بهش رسیدگی میکرد. حتی اون پتو میپوشوند، با خودش تو خیابون راه میبرد. هر کم ازش میپرسید اون چیه لای پتو پوشوندی؟ میگفت بچمه. آخه یه زن 74 ساله که نمیتونه بچه دار شه. حتما عروسکه. آخه تامارای بیچاره کارش به جایی رسیده که با عروسک صحبت میکنه. و یه فکری براش بکنیم. چیکار کنیم؟ زنگ بزنیم تیمارستان، بیام ببرنش، حداقل درمانش کنن. تامارا رو به یک کلینیک روانپزشکی میبرن و دکتر تشخیص میده که اون اسکیزوفرنی داره. هرچی گریه میکرد داد میزد که من یه نوزاد توی خونه دارم، باید برم بهش رسیدگی کنم، ولی کسی حرفشو باور نمیکرد. آخه یه پیرزن 74 ساله چطوری میتونه یه نوزاد داشته باشه؟ توی بیمارستان بستریش میکنن. آلیوشنکا چون کسی نبود که بهش غذا بده میمیره. بعد از چند روز عروس تامارا جسد آلیوشنکا رو پیدا میکنه، به مقامات تحویل میده. قوقا به پا شد. کل رسانه ها و شبکه های تلویزیونی سر تا سر دنیا داشتن راجع به این قضیه صحبت میکردن. حتی خیلی از خبرنگارا اومدن به کشور روسیه با مردم محلی صحبت میکردن ببینن واقعا این موجود چیه. حتی دولت ژاپن مبلغ $200,000 به دولت روسیه پیشنهاد داد تا این موجود از اونا بگیره، ولی دولت روسیه پیشنهاد رو رد کرد چون میخواست دانشمندی خودش روی این موجود تحقیق کنن. اینجا 3 تئوری به وجود اومد. تئوری اول یک آسیب شناس مطرح کرد. این نوزاد یک انسان نیست، احتمالاً نوزاد یه آدم فضاییه.
تئوری دومو یه دکتر متخصص زنان و زایمان مطرح کرد. این نوزاد انسانه، ولی با تغییر شکل‌های وحشتناک و نارس به دنیا اومده. دولت روسیه اعلام کرد که میخواد این جسد رو به یه دانشمند مشهور بوریس زولوتوف تحویل بده تا روش مطالعه انجام بده. اما بعد از چند روز بوریس اومد مصاحبه کرد که جسد گم شده. یعنی چی؟ یعنی داشتم با ماشینم توی خیابون رانندگی میکردم که یک سفینه فضایی اومد پایین، جسد رو ازم گرفت و رفت. Да, его везли, группа обнаружения, то появились, как говорится, неопознанный летающий объект, и они забрали сущностную основу. Прямо по дороге. شما حرفشو باور میکنید؟ معلومه که نه. هیچکس حرفشو باور نکرد. خیلیا میگفتن که جسد و مؤسسات نظامی یا علمی مخفی در روسیه گرفتن تا جسد رو از نظر بیولوژیکی مورد مطالعه قرار بدن. خیلیا میگفتن که بوریس جسد به مبلغ 200,000 دلار به کشور ژاپن فروخته. ولی هر چی که بود، جسد دیگه کلاً ناپدید شد. اما یه دانشمند دیگه به اسم ولادیمیر بندلین اصلا این حرفها راضیش نکرد. تصمیم میگیره خودش بیفته دنبال ماجرا. اولین پتویی که تامارا دور آلیوشنکا پوشونده بود و پیدا میکنه و اونو برای تحقیق میفرسته مسکو. 2 تا DNA روی پتو بود. DNA اول متعلق به تامارا بود، اما DNA دوم با هیچ موجود بیولوژیکی شناخته شده‌ای مطابقت نداشت. اینجا یه سوال پیش میاد. واقعا آلیوشنکا یه موجود فضایی بوده؟ بعد این اتفاق کلی آدم از سرتاسر دنیا می اومدن به این روستا تا راجع به آدم فضایی ها تحقیق کنن. حتی با مردم محلی هم مصاحبه میکردن و هر کسی یه داستانی تعریف میکرد. مثلا خیلی ها میگفتن که توی غارایی که توی جنگلیه که آلیوشنکا رو اونجا پیدا کردن، یه سری آدمای کوتوله عجیب و غریبی زندگی میکنن که احتمالاً این نوزادم متعلق به اوناست. یک گروه تحقیقاتی تو سال 2015 به یاد آلیوشنکا یه مجسمه ساختن، اما هنوزم واقعا مشخص نیست که اون چه موجودی بود. اما یه تئوری دیگه هم وجود داره که از همین تئوریا منطقی تره. با توجه به سوابق حوادث هسته‌ای تو منطقه چلیابینسک که یک شهر تو کشور روسیه است، بعضی معتقدن این موجود یه جنین انسانی با ناهنجاری‌های شدیده که احتمالاً قبل از تولد در معرض تشعشعات قرار گرفته. نظر شما چیه؟ به نظرتون این موجود واقعاً چی بوده؟ یه آدم فضایی، یه نوزاد نارس انسان، یا یه نوزادی که در معرض تشعشعات قرار گرفته؟ حتما جوابتون رو برام کامنت کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و سابسکرایب یادتون نره.